بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد از ضمائر عنوان بزرگ دیگیش در اینجا تعریف و تنکیر و یا هم معرفه و نکره هست. تعریف و تنکیر و یا هم معرفه و نکره هست. استعمال اسم به صورت معرفه یا نکره از مقاصد مهم لغت هست و از هر کدام به مناسبت های خاص کار گرفته میشه. از معرفه هم در جاش، از نکره هم در جاش. اول مناسبت های تنکیر یا نکره کدام ها هستند؟ اسم نکره برای مقاصد متعدد استفاده میشه که از جمله میشه چند مقصدش را به شکل خلاصه در ذهن خود یا در کتابچه خود یادداشت بگیریم. الف، قصد وحدت. وحدت یعنی تنهایی، مفرد. سوره قصص آیه 20 است انشاءالله میگه وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. آمد یک مرد که از خانواده فرعون بود و ایمان آورده بود، از نقطه بسیار دوردست، اقصا، دوردست شهر. یسعی، تیز تیز می آمد. قال، گفت یا موسی، ای موسی، این الملأ، یقینا فرعون و لشکرش، یأتمرون بک، سر تو شورا گرفتن، لیقتلوک، تا که تو را بکشن. فاخرج، از این شهر بیرون شو، ما به تو بهترین نصیحت کننده هستم. گپ ما سر رجل هست. رجلون نکره آمده و این نکره آمدنش الرجل به خاطر معرفه آمد. نکره آمد که هدف و قصدش وحدت هست. این رجل یک نفر بود. به قصد نوع مثال آوردن. ولتجدنهم احرص الناس على حیات. آیه 96 سوره بقره هست. ولتجدنهم احرص الناس على حیات. خام میابی یهود را حریصترین مردم علی حیات به خاطر مثل آمده، به مثال زندگی دنیا، یعنی آن چیزی که دنیا هست مثل دنیا هست، بسیار دوست دارن که زنده بمانند در دنیا. پس اینجا حیات نکره آمده به قصد یا به هدف مثال بیان کردن هست. یهود زندگی دنیا را بسیار دوست دارن. جیم، برای بیان تحویل و یا هم بزرگ دانستن می آید. بزرگ دانستن، بلند مرتبه دانستن. قرآن میگه که فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر اینا از سود بس نکردن، توبه نکردن، فَأْذَنُوا، پس خبرشان بدهید، به حرب نکره هست، با جنگ. ای حرب
نکره که آمده به خاطر بزرگ شمردن آمده. جنگ بسیار کلان دیگه، او جنگ که از طرف الله پیغمبر به کسی اعلان شود که من امرای جنگ میکنم، چه قسم جنگ خواهد بود؟ پس به این خاطر حرب را در این جا نکره ذکر کرد به قصد بزرگ دانستن از این جنگ، بزرگ شمردن از این جنگ. دال به خاطر بیان زیادت یک چیزه. زیادت قرآن کریم میگه که و جاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا غالبین. آمد ساحرا به پیش فرعون و گفتن که ان لنا، آیا باز هست برای ما، لأجرا، از این چیزی که برای ما میتی زیادت چیز دیگه هست یا نه؟ حالا یک چیز برای ما میتی، آیا غیر از این بست که هست یک چیز دیگه هم هست؟ نه. اجرا، پس اینجا نکره به خاطر زیادت آمده، به خاطر زیادت نکره ذکر شده. چیزی که برای ما بیاز خود میتی است. فرعون در جواب میگه بله، این کنتم لمن المقربین، شما غیر از این که برتان مزد میتم آزادانه در قصر ما رفت آمد کرده میتانین، آزادانه پیش ما آمده میتانین، از نزدیکای ما شده میتانین. دال به قصد تعظیم، قصد تعظیم و زیادت. اولش زیادت یک چیزی بود که دال بود، گت نخوره. ها هم قصد تعظیم هست و هم قصد زیادت هست. ولقد کذبت رسول من قبلک فصبروا على ما کذبوا و اوذوا حتی اتاهم نصرنا. سوره انعام آیه 34. به قصد تعظیم هم هست و به قصد زیادت. آلی به تحقیق تکذیب شده پیغمبرای رسولون، پیغمبرای من قبل که پیش از توی پیغمبر علیه السلام. فصبروا، پس اونا صبر کردن، علی ما کذبوا، با آن چیزی که تکذیب کرده شده بودن به الله سپردن. و اوذوا، و اذیت هم رسیدن، حتی جاءهم نصر، حتی اتاهم نصرنا، تا که آمد برشان نصرت ما، نصرت از طرف ما. آل رسول اینجا هم به قصد تعظیم مرتبه بزرگ بلند پیغمبرا هم نکره ذکر شده و هم به قصد چیز زیادت، به خاطر که یک پیغمبر نیست، دو تا نیست، زیاد است. زیاد از پیغمبرا تکذیب کرده شدن، تعداد زیاد از انبیا تکذیب کرده شدن از تو پیش. یک تانه، دو تانه، سه تانه، 100 تانه، 1000 تانه، 1,24,000 پیغمبر بود است امرای خودت و 1,23,399 که از تو پیشتر آمده، هر کدامش تکذیب شده. هیچ قومی نبوده که اونا را تایید کرده باشه مگر ای که اول تکذیبش کردن. اکثریت قاطعش تکذیب شد. پس اینجا رسول هم به قصد تعظیم و هم به قصد زیادت بیشتر، به این خاطر نکره آمده. واو، گاهی میایه نکره به خاطر تحقیر یک چیز، تحقیر، سبک شمردن، کم دانستن یک چیز، نکره ذکرش میکنه. مثل الله عز و جل میگه من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره. سوره عبسه آیه 18 و 19. از چی چیز پیدا شده؟ من ای شیء، شیء نکره آمده، نه به خاطر تعظیم هست، نه به خاطر بزرگ دانستنش هست، نه به خاطر زیادت هست، بلکه به خاطر تحقیر است. تحقیر. از چی چیز پست انسان پیدا شده؟ از چی چیز ذلیل انسان پیدا شده؟ حقیر انسان پیدا شده.
و حقیر چی هست؟ من نطفه، نطفه هست، من نطفه هست. زا به قصد تقلیل، کمی. الله عز وجل میگه که وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ومساكن طیبة في جنات عدن ورضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم. سوره توبه آیه 74 انشاءالله. وعد الله، وعده کرده الله عز وجل با مردهای مؤمن و زنهای مؤمنه جنتهای را که میره من تحتها در زیر قصرهایش الانهار و جویها، خالدین فیها همیشه می باشند دمی جنات، و مساکن طیبه و خانه ها قصرهای بسیار پاکیزه، فی جنات عدن در جنت های برگزیده آماده کرده شده. آلی میگه کل ازی به خاطر تقلیل هست. چرا تقلیل هست؟ به خاطر ازی که طرف آیت میگه و رضوان من الله اکبر، رضامندی الله از کل ازی که بزرگ هست. پس در مقابل رضامندی الله نه جنت ها چیز هست و نه هم مساکین چیز هست و نه هم قصرها چیز هست، هیچ چیز نیست. پس اینجا به خاطر تقلیل آمده که نه ازی که خوشنودی الله، کسب رضای الله به مراتب بهتر است. پس ما در همیشه دعا میکنیم که الله تو رضای خود را نصیب ما بگردان، تو الله از ما خوش شو. وقتی که الله خوش شد، باز الله خوش نیست که دوستش در دوزخ بره. الله خوش نیست که دوستش بشرمه، دوستش عذاب شود، نه در دنیا و نه هم در آخرت. خوش شرطی است که یک بار ما کسب رضای الله را بکنیم، یک بار الله را دوست خود بسازیم که الله ما را دوست داشته باشه. والله ولی المؤمنین، الله کارساز دوست مؤمنین هست. یک بار ما خود مؤمن واقعی بسازیم، کسب رضای الله را حاصل بکنیم، باز همه مقاصد و طرفش آسان هست. باز جنت هم هست، حور هم هست، باز خوشی حیات طیبه دنیا هم هست. خود شرط اولی است که چه قسم الله از ما راضی بشه، چه قسم الله را راضی کرده میتونی. وقتی که راضی شد باز هر چیز میشه. مثلا بلا تشبیه پدر خوب سرمایه دار است، بچه اگر بخواه که چه قسم سرمایه پدر به دست بیاره، یگانه کار کرده میتونه پدر یا مادر از خود خوشحال بکنه. پدر که خوشحال کرد، پدر خوش شد، باز خامخواه کل سرمایه هم عزیز، هم برش زندگی برش بیشتر میته و هم بعد از مرگ خوبی از برش میمانه. اگر نی که پدر ناراض شد، خفه شد، خسته شد، بالاخره نه ای که از میراث محرومش میکنه، شاید آقشم بکنه، دورم شو، برو خلاص، از کلش میمانه. پس اگر ما بخواهیم که نعمتهای جنت را، نعمتهای برین را همیشه را کسب بکنیم، یگانه راهش ایست که در قدم اول راههای را سراغ بکنیم که با او راهها، با او طریقه ها، با او اشیاء الله از ما راضی میشه. الله راضی میشه. الله که راضی شد، باز سرفرازی دنیا و آخرت انشاءالله از آن ماست. ای بود مسائل نکره و تنکیر. دوم تعریف یا معرفه. همین طوری که در کتابهای نحو ذکر هست، اسم به صورتهای گوناگون معرفه میشه، روی هدفهای گوناگون معرفه میشه، مثل که روی هدفهای گوناگون نکره میشد، مثل ازمار که تکلم و خطاب و غیبت را میرسانه، علمیت و اشاره و موصولیت هر کدام از این از خود بیان میشه، و ندا و الف و لام هر کدام از این به خاطر مقاصد مختلف هست، یعنی هر کدام از این به خاطر تعریف هست. ازمار ضمیر میایه به خاطر معرفه، ضمیر متکلم انتخاب میکنی به خاطر معرفه، ضمیر خطاب انتخاب میکنی به خاطر معرفه، ضمیر غایب انتخاب میکنی به خاطر تعریف و معرفه. علمیت اسم علم
احمد محمود بخاطر چیز؟ بخاطر معرفه. اشاره ذالک الکتاب لا ریب فیه کلمه خانم بخاطر معرفه. موصول الذین اللاتی بخاطر معرفه. نداء بخاطر معرفه. این کلش از خود مقاصد داره که معرفه شد. این معرفه به کدام مقصد آمده؟ مثل که نکره به کدام مقاصد می آمد؟ علمای علم نحو میگه که این معارف هم به مقاصد گوناگون می آید. خب الف، تعریف یا معرفه ساختن با وسیله علم. علم نشانه، اسم. با چند چیز می آید؟ این خو الف شد. الف از خود دو حالت داره. اول به قصد تعظیم مسمای خود استفاده میشه. علم به خاطر قصد تعظیم مسمای خود، آن چیز را که نام گرفته، استعمال میشه. در قرآن است؟ بله. قل هو الله احد الله الصمد. الله اسم علم هست. اسم علم هست. پس معرفه شده به خاطر علمیت و ای به قصد تعظیم مسمای خود هست که از الله کرده دیگه کی بزرگ خواهد بود؟ عقل نمی گنجه. عقل نمی گنجه. الله ذات است. الصمد باز معرفه آورده، بسیار بنیاز هست. پس علمیتش دلالت به تعظیمش میکنه. معرفه به علمیت شده و به قصد تعظیم، به قصد بزرگ داشتن. دو، ممکن است عکس از او. عکس تعظیم چی هست؟ تحقیر. جزاکم الله خیر. ممکن است به قصد اهانت مسمای خود استفاده شود. مثل چیز؟ یک مثال شما بتین. دیروز خواندیم به قصد اهانت علمیت ذکر شده باشه. تبت یدا ابی لهب. ابی لهب علم است، اسم هست. خوی به خاطر تعظیم نیست، به خاطر اهانتش هست، به خاطر تحقیرش هست، به خاطر تحقیر و اهانتش هست. با تعریف یعنی استفاده از اسماء اشاره یا به اسماء اشاره هم ممکن است. اسم اشاره میاریم به خاطر معرفه. به خاطر معرفه. یک، به قصد تحقیر. به قصد تحقیر. خب سعی کنین که هر کدامش در هر جا معنی مشخص خود داره. ایتو نشه که بگویم علمیت در هر جا با بزرگ داشتن نه. باز بگویم که تبت یدا ابی لهب. ابی لهب بسیار علیه بالله یک شخصیت بسیار بزرگی بود که قرآن او را به اسم علم ذکر کرده. فهمیدین نه؟ پس نه. یا فرعون، او علم ذکر شده دیگه. فرعون کلگی میفهمه کدام فرعون؟ اونو که دعوای خدایی کرده بود، دعوای الوهیت کرده بود، بسیار شخصیت بزرگ. نه، همین قسم که به خاطر تعظیم میه، به خاطر اهانت هم میایه. هر لنگی سرخ ملاشات گل نیست، هر دیگ کلان دلالت به خیرات نمیکنه. به قصد تحقیر. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحیات و ما هذه اسم اشاره هست، برمیگرده به حیات. پس این اسم اشاره معرفه هست به خاطر که ضمایر است. اسماء اشاره از معارف هست، به خاطر معرفه آمده. خوی معرفه آمدنش به خاطر اهانت است، اهانت دنیا. نه که بگوییم که دنیا اینقدر بزرگ هست، اینقدر بزرگ است که ایرا با اسم اشاره به علم ذکر کرده. یا مثال دیگه، و اذا اراد الذين كفروا و اذا رآك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر آلهتهم
وقتی که ببینی آنان را که کافر شدن، این یتخذونک نمیگیرن تو را الا هو پیغمبر الا هزوا مگر به استهزاء و تمسخر و رشخندی. اهذا الذی آیا همی استهزاء و تمسخر هذا اسم اشاره هست، اسم اشاره هست برمیگرده به استهزاء و تمسخر. آیا همی استهزاء و تمسخر یاد داده به ایشان خداهایشان آلهتهم؟ پس هذا الذی ای به خاطر اهانت است، به خاطر بزرگ شمردن استهزاء نیست، به خاطر بزرگ شمردن آلهشان نیست. آلهتهم. دو، با قصد تعظیم و تمجید توصیف می آید. قرآن کریم میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه. ذالک اسم اشاره هست برمیگرده به کتاب، اما اینجا هدف تعظیم هست، هدف بزرگ شمردن هست، هدف تحقیر نیست، هدف اهانت نیست. اینی کتاب که بسیار بزرگ است. پس ذالک به خاطر اشاره آمده، از علمیت هست، معرفه هست، اما به خاطر تعظیم. به خاطر استفاده از اسماء اشاره ممکن بود. امی قسم علمیت جیم به خاطر یا به اسم موصول هم ممکن است. به سبب اسم موصول یکی صله داریم، یکی اسم موصول داریم، پیشتر که گفتیم. الذی، الذین، التی، اللاتی، اللواتی، این کل اسماء موصول هست. خب این کل اسماء موصول هست. یک، به خاطر کراهت نام بردن شخص مورد نظر باشه. این قدر بدت میاد که نامش نمیگیری و به الذی و التی تیرش میکنی، نمیخوای نامش بگیری. پس به این خاطر قرآن کریم به خاطر کراهت اسمش جای شده که نام نگرفته احمد محمود، به الذی تیرش کرده. والذی قال لوالدیه اف لکما. امون شخصی که گفت به مادر و پدرش اف باشه به شما، یعنی به احترامی پدر و مادر کرد. پس به احترامی پدر و مادر چیز خوب است یا بد؟ بد. پس در اینجا قرآن او را اینقدر بد میبینه که این را معرفه به والذی کرد. والذی قال اف لکم، قال لوالدیه اف لکما، نام نگرفت که کی باشه، من نگفت، بلکه به الذی والذی به اسم موصول آوردیره و این به قصد اهانت شخص هست. تا که قرآن چقدر کلام معجزه هست، به هر کدامش چقدر فرق است، تا که به موضوع بفهمانه که این شخص که اهانت و یا هم به احترامی پدر و مادر خود را میکنه این شخص خوبی نیست، بده هست. به مو خاطر حتی قرآن از نام گرفتنش چی است؟ بد میبینه. ورنه اینجا سبب و نزول بود که احمد محمود باید نام میگرفت، مثل فرعون که در قرآن ذکر شده جاهای دیگه. اما این را بخی به والذی تیر کرد. یا به قصد اختصار باشه، به قصد به هدف اختصار باشه. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا. سوره چه هست؟ سوره احزاب پاره 22 آیت شما ذکر نکردیم که چندم است. یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان آوردن، رکوع آخرش است مقصد. لا تکونو، شما نشوین، کالذین، مثل آنان که آذوا موسی. آل اینجا سر الذین هست که از اسم موصول هست، پس اینجا به قصد اختصار هست. و کسا بنی اسرائیل بود، قبطیا بود که موسی علیه السلام اذیت میکردن، سوالای بیجا میکردن، ولی اینجا به قصد اختصار به الذین ذکرش کرد. آنانی که هر کسی که بود 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 70 80 قوم، پس هر کسی که بود اونا را الله عزوجل به قصد اختصار ذکر کرد. شما نشوین مثل امو کسایی که به موسی علیه السلام اذیت میرساندند. دال، تعریف به الف لام، الف و لام ممکن هست که معرفه شود.
این هم چند حالت داره. حالت اولش به قصد اشاره معهود که ذکر باشه، یعنی مذکور باشه. به قصد اشاره معهود امو شخص معین که معلوم دار باشه، پس به او خاطر الف لام سرش میاره. الله نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجر تا آخر آیه. الله منور روشن کننده آسمان ها و زمین هست. مثال نورش کمشکات فیها مصباح، مثل یک عزیز که تاقچه یا قندیل باشه که دو چراغ باشه. المصباح فی زجاجه، المصباح به الف لام معرفه شده. فی زجاجه در شیشه باشه. این زجاجه هم کوکب دری یوقد من شجر تا آخرش. فقط هدف ما ده چی هست؟ هدف ما ایست که الله نور السماوات، الف لام سر سماوات آمده، والارض سر زمین آمده، سر ارض آمده. المصباح اینجا کل نکیره شده به قصد اشاره معهود که ذکر هست، معهود که در اینجا ذکر هست. پس معهود کی هست؟ امو نور الله هست. الله منور کننده چی هست؟ آسمان و زمین است. مثل نوره، مثال نورش کمشکات مثل تاقچه هست، فیها مصباح که در اون چراغ باشه. این چراغ باشه. المصباح اونمون چراغ فی زجاجه در بین قندیل، در بین شیشه باشه. پس این به قصد چی هست؟ الف لام آمده معرفه شده با اشاره به قصد معهودی که مذکور هست، ذکر هست. دو، به قصد اشاره معهود ذهنی باشه، یعنی معهود مذکور نیست، در ذهن متکلم و در ذهن مخاطب هست. در ذهن متکلم و در ذهن مخاطب هست ولی ذکر نیست. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، سوره فتح آیه 18. لقد رضي الله عن المؤمنين، بتحقیق راضی شد الله عزوجل از امو مؤمنین. در المؤمنین هم الف لام هست، در الشجره هم الف لام است. پس مؤمنین که امو اصحاب پیغمبر علیه السلام که با رسول الله صلی الله علیه وسلم به نام اصحاب بیعت الرضوان بودن، زیر درخت بیعت کرده بودن، اونا هم معلوم دار بودن. و او تحت شجره درخت هم معلوم دار بود. که کدام درخت؟ امو درخت که در میدان حدیبیه بود. دموجه که پیغمبر علیه السلام دست مبارک خدا گذاشت و صحابه امراش بیعت کردن که اگر حضرت عثمان شهید کردن باشند مشرکین مکه در دمو سال ششم هجری که صلح حدیبیه منعقد شد، ما میریم خلاص به خاطر گرفتن انتقام عثمان حمله میکنیم، به خون خود از او دفاع میکنیم. اونا اصحاب الشجره میگه. پس تعدادش هم معلوم دار بود که کدام مؤمنین بودند اونجا، و شجره درخت هم معلوم دار بود. و یا هم الله عزوجل در سوره احزاب آیه 6 میگه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. النبی پیغمبر، الف لام سر نبی معلوم دار هست. کدام پیغمبر؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اولا بسیار مناسب هستند به مسلمان ها احترامش بکنن، من انفسهم از جانهای خودشان کرده هم. پس در النبی الف لام که آمده معرفه به خاطر قصد اشاره معهود هست، معهود حضوری. ببخشید که اینجا از پیش ما قطع نشده باشه، خود تاریک است. دو، به قصد اشاره معهود ذهنی بود، لقد رضی الله. و همین قسم مثال دیگهش الاتقا
در سوره لیل که می معلوم دار است الاتقا ابوبکر صدیق هست. و یا هم به قصد النبی اولا بالمؤمنین اشاره معهود می آید. ببخشید سیومش به قصد اشاره معهود حضوری، به قصد اشاره معهود حضوری النبی در اینجا است. مثالش خب مثل دو مثال الیوم اکملت لکم دینکم، امروز به شما تکمیل کردم. الیوم معلوم دار هست که ای روز عرفه نهم ذوالحجه در سال چند حجت الوداع دوم هجری بود، روز جمعه بود. الیوم پس اینجا الف لام در الیوم امو معهود حضوری است که هر کسی او را میشناسه میفهمه. روز جمعه نهم ذوالحجه سال دوم هجری در میدان عرفات. دومش مثال النبی اولا بالمؤمنین، پس اینجا هم مثال حضوری داره. کدام نبی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. 4 به قصد اشاره جنس باشه، به قصد اشاره به جنس. جنس معهود یکی مفرد است یکی جنس داریم. جنس انسان ها، جنس رجال، جنس زن ها، جنس مرد ها. مثالش وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي، ما گردانیدیم من الماء، الف لام که سر ما داخل شده، ای به خاطر اشاره جنس است. از جنس آب زندگی هر چیز را گردانیدیم. آب را از جنس آب، از جنس آب که آب باشه زندگی به هر چیز شد. 5 با قصد استغراق افراد جنس باشه. یکی جنس است یعنی یکی عموم داریم یکی استغراق داریم. خب جنس و استغراق فرقش همی است که با استغراق همه افراد خود شامل میشه. خب به نوبه آجی صاحب شد، بازاجی صاحب شد، بازاجی شد، اون تو 1 2 3 4 کلا را حساب میکنه. اما عمومی تو نیست، جنس همه را در بر میگیره با یک بارگی شامل میشه. نوبه نیست که از اونجا باشه از آخر باشه از وسط باشه، همه را شامل میشه. ان الانسان لفی خسر، سوره عصر. هر یکی از انسان، جنس انسان، هر فردی از انسان در خسران هست. پس اینجا به خاطر استغراق آمده. والکافرون هم الظالمون، سوره بقره آیه 254 هست. کافرها ظالما هستند. جنس کافر یعنی هر یکی از کافر به خاطر استغراق هست. هر فرد از جنس کافر اونا ظالم هستند. هرگاه که مسما 2 بار یا بیشتر تکرار شود باز یکی از 4 حالت داره. این هم دمی ضمن حالت 5 هست. خب هرگاه که مسما یعنی معهود 2 بار یا بیشتر تکرار شود باز از 4 حالت خالی نیست. از چند حالت؟ از 4 حالت. 1 2 3 4. 1 ممکن است هر دو نکره باشه، هر دو نکره باشه. در این حالت غالبا دومیش غیر اولی می باشه. هر دوش نکره ذکر میشه ولی دومیش مراد هست اولیش نه. دومیش غیر آن چیزی هست که اول ذکر شده. الله عزوجل در سوره روم آیه 54 می فرماید الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اینا که خود نشانه کنن که باز در اونجا که میرسیم امی عین که در اونجا هم هست. و با چیزی که یاد من رفته باشه یا فقط یک نقل که براتون میتونم. پس اینجا که هر آیت که گرفتیم در کتابچه خود بعد از این امور امرای آیاتش در جایش نشانی کرده باشین، باز اونجا وقتی که میخوانیم در اونجا میرسیم یا پیش از پیش همه براتون ظاهر و واضح و آشکار میباشه که ضمیر در اینجا به این خاطر است، این معرفت در اینجا به این خاطر است، این نکره در اینجا به این خاطر است. باز تکرار به تکرار خوبتر یاد میشه. الله الذي خلقكم
الله ذات است که پیدا کرد شما را من ضعف از یک ضعیفی، ثم جعل من بعد ضعف باز گردانید شما را بعد از دیگه ضعیفی، قوتا قوت داد، ثم جعل من بعد قوت باز به شما داد بعد از قوت ضعف دیگه و شیبه و ریش سفیدی. آل در اینجا دو مرتبه ضعف ذکر شد و اینجا قوت هم تکرار ذکر شد، بلکه ضعف بیشتر 3 مرتبه ذکر شد، 1 ضعف، 2 ضعف، 3 ضعف. ضعف اولی مقصود از این حالت نطفه هست. ضعف دوم حالت طفلی هست. صحیح شد؟ قوت اول ابتدای جوانی هست، قوت دوم کمال جوانی هست، ضعف سوم پیری هست. ضعف سوم پیری هست. پس هر کدام غیر معنی دیگه شد. دوم غیر از معنی اول شد، اول غیر از معنی دوم شد. دو، ممکن است هر دوش نکره نباشه بلکه معرفه باشه. در این صورت در غالب احوال باز دومیش همان اولی هست. در اوجا دومی غیر اولی بود، در اینجا دومی عین اولی هست. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. المستقیم معرفه هست، الصراط معرفه هست، الذین معرفه هست که از جمله اسمای موصول بود. پس وقتی که معرفه شد پس صراط المستقیم صراط امورا، المستقیم اونم راه مستقیم. پس اینجا مستقیم و صراط هر دو یکی است. اموراهی که مستقیم است اتونی که مستقیم به یک راه ترجمه کنیم و صراط و چیز دیگه. درست؟ صراط و مستقیم هر دو یکی هست. اموراهی که راست هست. کدام راه؟ صراط، امو راهی که مستقیم هست. الذین بالای آنانی که انعمت علیهم تو بالایشان نعمت گذاشتی الله عزوجل، کونا من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین هست. ابن عباس رضی الله عنهما در این مورد میگه که لن یغلب، ببخشین که مثال دومش است، این دومش، فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا، یقینا همراه هر سختی آسانی هست و همراه هر سختی آسانی هست. هر سختی آسانی را دنبال داره. سوره شرح یا انشراح. ابن عباس رضی الله عنه در این مورد میگه که لن یغلب عسر یسرین، هرگز یک سختی بالای دو آسانی غالب نمیشه. یک سختی بالای دو آسانی غالب نمیشه. یک مشکل بالای دو آسانی نمیآید، بلکه دو آسانی بالای یک مشکل میآید. 3. ممکن است اولی نکره و دومی معرفه باشه. اولش هر دو نکره، دوم هر دو معرفه، فرق میکرد. سوم اولیش نکره دومش معرفه باشه. در این صورت خیلی کدام مراد هست؟ پس در این صورت دومیش اونمو اولی هست. دومیش امو اولی هست که دومیش معرفه ذکر شده، اونمو اولی هست که نکره ذکر شده. یرحمک الله. الله عزوجل میگه در سوره مزمل آیه 15 و 16 انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. یقینا ما روان کردیم به طرف شما پیغمبر که گواهی میته بالای شما ای مسلمان ها، کما ارسلنا مثل که ما روان کرده بودیم الی فرعون به فرعون رسولا پیغمبر. فعصى فرعون پس نافرمانی کرد فرعون الرسول، پس رسولان اول نکره بود، الرسول دوم معرفه هست. خو اینمی رسول معرفه عین اونم رسولان نکره هست که اول ذکر شده. 4.
ممکن است که اولیش معرفه باشه و دومیش باز نکره باشه. در این صورت ما توقف میکنیم تا که قرینه برای ما را واضح بسازه. قرینه چی هست؟ قرینه عبارت از دلیل خارجی هست. یک دلیل خارجی بیا بر ما بگه یکی مقصد اولی هست و یا هم دومی. پس در این صورت ممکن است که قرینه دلالت بر مغایرت بکنه، مثل و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه. ما لبثوا غیر ساعه اولش معرفه هست و یوم تقوم الساعه. ما لبثوا غیر ساعت دومش نکره آمده. پس این ساعت را ساعت اولی ترجمه نمیکنیم، خود کردوش بگویم قیامت است. و یوم دو روزه تقوم که قائم شود، الساعه قیامت، یقسم المجرمون باز قسم میخورن مجرما، ما لبثوا کینا درنگ نکردن، مکس نکردن در زیر زمین و یا هم در دنیا، غیر ساعت اضافه از یک ساعت، غیر ساعت اضافه از یک ساعت. پس در این صورت این ساعت دومی ساعت اولی نیست. از ساعه که اول معرفه بود قیامت، ساعت دوم وقت مراد هست، وقت قلیل. ممکن است که قرینه دلالت بر اتحاد هر دو بکنه. قرینه میایه دلیل و میگه که نه هر دو یکی هست. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا. قرآنا عربيا. بگو این کی درس ها چقدر ضرور بود؟ پس ما مثال دادیم به انسان ها فی هذا القرآن، در اینمی قرآن. حال در اینجا قرآن اول معرفه آمده، دوم نکیره ذکر شده، ولی قرینه به ما نشان میده که هر دو یکی هست. قرینه نشان میده که هر دو یکی است. به خاطر قرآن که پریروز تعریف کردیم، پریروز اغلبا روز دوشنبه تعریف، پس سه شنبه تعریف کردیم، بلکه روز یک شنبه دوشنبه تعریف کردیم پیش پریروز، که قرآن اسم عالم است، عالم مرتجل گفته بودیم که بالای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. به این قرآن دیگه کتابی نیست، مسمایی نیست. پس هر جگه بگه قرآن معلوم داره همون کتابی که مسلمان ها به او باورمند هستند. الحمدلله. پس اینجا فی هذا القرآن در اول معرفه آمده، در دوم نکیره آمده، قرینه نشان میده که هر دو یکی هست، هر دو یکی هست. الحمدلله از معرفه و نکیره خلاص شدیم. 3. افراد و جمع، مفرد و جمع ذکر شدن. امی قسم از مقاصد مهم زبان عربی، افراد بلکه هر زبان دیگه هم، افراد تنها ذکر کردن و جمع بیشتر ذکر کردن هست. هنگامی که از این زاویه بررسی کلمات قرآنی را بکنیم، باز به طور خلاصه نتایج زیر به دست می آید. الف، در قرآن کلمات وجود دارند که در هیچ مورد به صورت مفرد استفاده نشده اند. در قرآن کلمات وجود دارند که در هیچ مورد به صورت مفرد نیامده، استفاده نشده. و اگر مناسبت پیش آمده هست که مفرد از او مورد استعمال قرار بگیره، با جای آنها کلمه دیگری به کار رفته. اگر ضرورت هم شده باشه که مفرد از او ذکر شد، باز مفرد از او ذکر نشده، یک کلمه مترادف از او که همون معنا را افاده بکنه از او ذکر شده. آسان هست. در قرآن کلمات وجود دارند که در هیچ صورت به صورت مفرد استفاده نشده، و اگر مناسبتی هم پیش میشه، ضرورت پیش میشه که مفرد از او را ذکر کنه،
باز مفرد از او را از کلمات دیگه، از دیگه کلمه گرفتن، نه از خود از او. مثال است؟ بله مثال است. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. یقینا فی ذلک است دمی قرآن، لذکری پند تذکر هست، لمن کان له با کسی که باشه قلب، قلب کافر هم داره، قلب کافر هم داره. پس اینجا قلب را به عقل ترجمه میکنیم. کسی که عقل باشه به لب ترجمهش میکنیم. یعنی اینجا مراد الباب هست. الباب جمع لب، ولی اینجا لب استفاده نکرد که عقل هست، بلکه از او به کلمه دیگه تعبیر کرد که قلب است. باز سعی کنین. این فی ذالک یقینا هست دمی قرآن، لذکرا خامخا پند عبرت، لمن کان له لب نگفته، لمن کان له الباب نگفته. در اینجا باید لب یا الباب ذکر میشد که در اونجا گفت که کلمات وجود داره که به هیچ صورت به شکل مفرد استفاده نشده و اگر ضرورت هم باشه، یعنی لب در قرآن کریم مفرد هیچ نمیابیم. جای لب هست؟ نه، هر جایی که هست الباب هست. اول الالباب، اول الالباب، اول الابصار، اول الالباب. الباب هیچ وقت مفردش لب در قرآن ذکر نشده. اگر ضرورت شوه که از الباب مفردش ذکر شوه، باز خود لب نه، بلکه مرادف لب کلمه دیگه ذکر میشه که از او معنی لب گرفته شوه، معنی از او گرفته شوه. لب عقل میگن. پس اینجا قرآن کریم از لب خودش ذکر نکرده. قرآن به این خاطر معجزه است. عربا که دست به دندان ماندن و مثل ازی یک سوره را آورده نتونستن، این تو اعجاز داره، نه این تو جاها داره که قرآن بعضی الفاظی هست که تو در کتابای عربی استفاده میکنی، ولی بیا در قرآن لب قرآن استفاده نکرد مفردشه. اگر مورد استفاده هم قرار بگیره، یک کلمه دیگر را بجای از او استفاده میکنه که اون معنا را بده. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، با کسی که قلب کافر هم داره. نه، مراد از قلب زنده هست، عقل داشته باشه، فکر داشته باشه، که و چی بگیره؟ پند بگیره. پند کافر نمیگیره، پند مسلمان میگیره که عقل زنده داره، که عقل روشن داره. فهمیدین؟ و القى السمع، و بشنو داشته باشه سمع و هو شهید. با همین قسم در قرآن کریم کلمات هست وجود داره که فقط به صورت مفرد استفاده شده، حتی بنا به نیاز هم اگر جمع از او پیش شود، از تعبیر آنها عدول شده است. در قرآن کلمات هست که تنها مفرد ذکر شده و اگر ضرورتی دیده شود به جمعش، بان هم جمع از او را ذکر نکرده، با تعبیرات دیگه به موضوع پیش میکنه تا که موضوع جمع از او را بفهمیم. مثلا الارض، زمین. دمی 30 پاره قرآن در 114 سوره ارضین نیامده، ارضین یا اراضین نیامده، جمع ذکر نشده، کلش مفرد ذکر شده. خود جایی میبینیم که ضرورت بود که در اونجا جمع ذکر شوه، اما جمعش قرآن ذکر نکرده. این اعجاز قرآن است. مفردش ذکر کرده، خو معنی جمع را براتون میتن. الله الذي خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن. الله ذات است که پیدا کرد 7 آسمان را، نگفت که الارضین، زمین ها را هم 7 تا پیدا کرد، بلکه گفت که و من الارض مثلهن، و زمین هم مثل آسمان 7 طبقه پیدا کرد.
و زمین هم مثل آسمان 7 طبقه پیدا کرد. در اینجا مناسبتی بود، ضرورت بود که ارض چی ذکر میکرد؟ جمع ذکر میکرد، اما جمع نیاورد. اجاز قرآن است. سوره طلاق آیه 12. جیم، بعضی کلمات گاه جمع و گاه هم مفرد استعمال میشه. بعضی کلمات در قرآن داریم که گاه به شکل جمع میآید و گاه هم به شکل مفرد استعمال میشه. الله مثل کلمه السماء. الله، کلمه السماء، سماء در قرآن هم مفردش است و هم جمعش است. سماء هم داریم، سماوات هم داریم، هر دوش به کار رفته. مگر میبینیم پیشتر که گفتم که هر دیگه کلان دلالت به چی نمیکنه؟ خیرات نمیکنه دیگه. هر لنگی سرخ ملاشات گل نیست. هر جای آسمان و سماوات یک چیز ترجمه نمیکنه. جای میشه که سما شوه مرادش ابر شوه. قرینه داشتیم اونجا که اگر قصد از او جهت باشه، جهت بالا باشه، به صورت مفرد استعمال میشه. اگر قصدش ارادش سما فوق بلنده میگه، اگر به قصد علو بلندی استعمال شه باز اینجا مفرد ذکر میشه، جمع نمیشه. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. الله ذات است که زمین و شما هموار جور کرد و آسمان مثل سقف بلند قرار داد. آسمان سقف بلند قرار داد. پس اینجا سماوات نامد، سما آمده و قصد مفرد ذکر کردنش امی هست که در اینجا قصد و هدف بلندی مراد است. قصد و هدف بلندی مراد است. و یا هم الله عزوجل در سوره ملک آیه 16 میگه که اانتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هی تمور. الله اکبر. اامنتم، آیا شما هستین در امان می باشین؟ من فی السماء، از کسی که در بالای شما قرار داره. پس اینجا سما مرادش چی هست؟ فوق هست. ان یخسف بكم الارض، که زمین را به شما پاره کنه، مثل که به قارون پاره کرد. ان یخسف بكم الارض فاذا هی تمور، پس شما در زمین تپیده بشین، از بین برین، هلاک شوین، گور شوین. و اگر قصد وسعت و عظمت و بیان قدرت الله عزوجل بود به صورت جمع و کار رفته است. اگر از سما هدفش بلندی نباشه بلکه وسعت، عظمت، کمال قدرت الله باشه، باز اینجا جمع و کار رفته. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. نمیگه سبح لله ما فی السماء والارض. سماوات قصدش تعظیم و بزرگی الله هست. الحمد لله فاطر السماوات والارض، الله الذي خلق 7 سماوات. پیشتر که گفتیم، پس این کلش به خاطر بزرگی هست. و یا هم مانند کلمه ریح که گاه به صورت جمع و گاه هم به صورت مفرد ذکر میشه. گاهی به صورت جمع و گاهی هم در قرآن به صورت مفرد می آید. الله عزوجل میگه که و ارسلنا الریاح، پس و ارسلنا الریاح، هر بادها را باز کننده هست، لواقح باز کننده هست، ما او را فرستادیم. پس در اینجا
کلمه ریاح چی شده؟ و ارسلنا الریح است یا ریاح؟ و ارسلنا الریاح لواقح، باز کننده هست، بادها را باز کننده فرستادیم. و مثل و من آیاته ان یرسل الریاح مبشرات، ما روان کردیم بادها را به شما روان میکنیم بشارت دهنده، مژده دهنده. پس در هر دو صورت به قصد چی هست؟ به قصد فایده هست، به قصد فایده هست. هرگاه که ریاح در قرآن جمع بیاید مفرد ذکر نشه، اکثرا مراد از او منافع بنده هاست، به خاطر منفعت آمده. ریاح لواقح، ما روان کردیم بادها را تا که به شما امو بفرسته چی را؟ باز بکنه خونچه ها را، باز بکنه دانه ها را. امو بادهایی که در مای حوت میآید و یک شاخچه را به دیگه شاخچه میزنه، در حقیقت حمل میگیره یک شاخچه از دیگه شاخچه، نر و ماده داره، هر چیز نر و ماده داره. به مو خاطر شاخچه بر امو تخصص خاص خود داره. اگر شاخچه بر هر کس بگیره از هر جای یا تاک بر قطع بکنه دیگه سال حاصل نمیگیره. او تخصص میشناسه که کدام نر است و کدام هم ماده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره وقتی که رفت و چون در مدینه باغ و باغداری خرما زیاد بود، اونا هر سال شاخچه بری میکردن. امو سال رفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت بگذارش خلاص دیگه. گرفت چی شما شاخچه بری قطع کردن میرین؟ او نکردن. حاصلات خرما بسیار کم شد. مردم آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله، تو ما را شاخچه بری منع کردی و امسال ما خو میفهمیدیم که شاخچه بری به این قسم شوه و بالاخره حاصلات خرما بیشتر میشه که نکردیم، حاصل نداد. پیغمبر اسلام گفت که هر وقت که ما شما را به امور دنیایتان امر کردم، به امور دینتان امر کردم، فتبعونی، از ما پیروی بکنین. و این امرتکم به امور دنیاکم، اگر شما را در مورد امور دنیایتان باز امر کردم، فانتم اعلم بها، پس شما در امور دنیایتان خوب میفهمین. دلتان شاخچه بری میکنین نمیکنین، یعنی او به اساس وحی نبود، به فقط به اساس نظر شخصی بود. به اساس وحی نبود، به اساس نظر شخصی بود. و هرگاه به قصد تعذیب صورت بگیره باز مفرد ذکر میشه. ریاح، ریح. هرگاه که قصدش تعذیب باشه، قصدش منفعت نباشه. و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم. سوره ذاریات آیه 41. در مورد عادیا ما روان کردیم علیهم بالایشان الریاح، نمیگه الریح، امو باد را. این تو باد عقیم که بمثال بود. این تو باد روان کردیم که با مو جسه های قویشان که می نازیدن و می گفتن که آیا است از ما کرده کسی قوی تر؟ من اشد منا قوه، از ما کرده کسی دیگه قوی تر هست؟ و هر کلیشان نیم از این مسجد ما با حساب می بود. جسه های کلان داشتن. عمرشان نصفی نقل میکنه که اما خردشان 300 سال، بزرگشان تا 1000 سال عمر میکردن. در این خانه هایی که از چوب و گل جور میکردن زندگی نمیتونستن، از کوها سنگا را می آوردن می ماندن. میگفتن من اشد منا قوه، از ما کرده دیگه کی قوی تر است؟ و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، ما روان کردیم برشان اتو باد بمثال را، عقیم، نازای، عقیم، بمثال، بمانند. چه شد؟ فاصبحوا فی دیارهم جاثمین کأن لم یغنوا فیها. در زمین اتو سرش افتیدن با می جسه های کلان خود چسبیده، انداختشان مثل که هیچ دیروز نبوده باشن. مثل که هیچ نبوده باشن. سوره الحاقه بر ما میگه که کأنهم اعجاز نخل خاویه. اینا اینقدر زورآور بودن که درختای خرما را مثل که ما یک چوبک خار بکشیم، اینمی قسم درختای خرما را میکشید طرف منداختن. باز میگفت من اشد منا قوه. الله خودشان به مثل درختای خرما هم تو دراز در زمین انداخت. کأنهم اعجاز نخل خاویه، مثل درختهای خرما خمیده شده.
در زمین افتاده بودن، در زمین افتاده بودن. الله برشان ریح روان کرد. ریاح نگفت. چرا ریاح نگفت؟ با این خاطر که یک بادشی قسم است. اگر این ریاح باشد چی خواهد شد؟ یک بادشی قسم هست. اگر این کل شود چی قسم خواهد شد؟ استفاده این کلمه در هر صورت چیه؟ در صورت مفرد باشه و یا هم جمع به این دلیل باشه که بادهایی که نعمتهای الله را روان میکنه، چون نعمتهای الله به حساب هست. اگر شما بخواین که نعمتهای الله را چی بکنین؟ و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، شمار کرده نمیتونین. پس به او خاطر در نعمتهای الله، چون باد هم از جمله نعمتهای الله است و نعمتهای الله بسیار زیاد هست، در اونجا جمع ذکر کرد. اما عذاب الهی سر مردم ایتو به قسم بیش نمیآید. پس وقتی که مراد تعذیب شوه، عذاب شوه، باز در اونجا مفرد ذکر میشه. متنوع هست برعکس هم دیگر هم میورزد. مثل که نعمتها متنوع هست و می قسم بادها هم عکس یکی دیگه میه. باد گاهی از این طرف میه، گاهی از این طرف. به چی خاطر؟ با این خاطر میه که ابر از این طرف هم بیاره، از این طرف هم بیاره، با هم تراکم بده، بالاخره باز برف و باران شوه. نتیجهش نمونهش دیروز دیدیم. پیش از نماز شام برف بود. وقتی که پس نماز شام خلاص سعی میکنه که آسمان صاف، پسانترش پس آمد، پس برف شد. پس اینجا بادها به خاطر نعمت میایه، از یک طرف دیگه طرف میوزه. اما باد عذاب از یک طرف که آمد دیگه از دیگه طرف روش نیست، میبرش خلاص. مثل احزاب باره میکنش. اما وقتی که برای عذاب میایه باید باد از یک سو باشه، از هر دو سو نمی باشه. پس به این خاطر در قرآن هم مفرد ذکر میشه. و گاهی ممکن است که برای نعمت نیز این کلمه به صورت مفرد استعمال شود، خو گاه و آن در مواردی است که بادهای متعدد نعمت مورد نظر را به وجود نمی آورند. میگه مثال برای میتی مثال هست. و جرین بهم بریح طیبة، و جرین بهم بریح طیبة، و وزید بایشان باد طیبه. ریح مفرد ذکر شده خواه، اما صفتش به طیبه شده. چرا؟ با این خاطر کشتی که روان است، ام یک باد که میره کیره میبره. اگر این دوتا شوه خب باز آب موج از این طرف دیگه طرف ما چی میکنش؟ غرقش میکنه. قرآن چقدر معجزه هست، چقدر عالی صحبت میکنه. بریح طیبه، ریاح نگفت، به خاطر که اینجا باد از هر دو طرف نعمت نمیشه کنه، شد دیگه باز اون نعمت الله میشه، باز غرقش میکنه، از بینش میبره. و مثل کلمه سبیل و صراط که هرگاه به خاطر تعبیر از حق مورد استعمال قرار گرفته به شکل مفرد آمده و هرگاه پیروی از طاغوت شده و راههای خراب از او استفاده شده هدف بوده باز جمع ذکر شده. ادعو الی سبیل ربک، پیروی بکو از راه پروردگارت، به خاطر که حق یک راه است. و ان هذا صراطی، صراط مفرد ذکر شده، اینمی راه مستقیم. فاتبعوه ولا تتبع السبل، اونجا سبل جمع ذکر شد. مراد راه های گمراهی زیاد هست، جهل هست، بدعت هست، شرک هست، خرافات هست، دیگه گناه ها به هزارا گناه هست. مقابله چهارم، مقابله جمع با جمع یا جمع با مفرد. جمع در مقابل جمع و یا هم جمع در مقابل مفرد. الف، ممکن است که مقابله هر فرد از جمع اولی با هر فرد از جمع دومی باشه. ممکن است که مقابله هر فرد از جمع اولی در مقابل هر فرد از جمع دومی باشه. شفیع غلامی فهمی؟ قرآن میگه که آجی صاحب این
به خاطر ترجمه از هرات آمده. خب از هرات آمده در اینجا پیش کاکایش تلفن کرده میرفت که ترجمه چه وقت شروع میشه. دیگه ای به کل ما مهمان است. خب